قدرت تمام آرمورای ماینکرافت در برابر مرگبارترین پل ماینکرافتی که 50 بلاکه. من از همین الان منتظر آرمور آخرم ببینم میتونه دووم بیاره یا نه. با آرمور اول شروع میکنیم که آرمور چرمیه و ساده ترین. همین وسط راه کلاه شکست و ببینم میتونه دووم بیاره یا نه. بذار ببینم داره خوب پیش میره. برو دیگه، یکم دیگه مونده و نه نتونست دووم بیاره. آرمور بعدی آرمور گلده که بی ارزش ترین و ضعیف ترینه. ببینم میتونه تا آخر دووم بیاره یا نه. به نظر که داره خوب پیش میره. ببینم میتونه تا آخر این پل دووم بیاره. وای ببینم چی میشه. یه ذره دیگه. نه برو نه نتونست دووم بیاره. و حالا بریم سراغ آرمور آیرونی. ببینم میتونه دووم بیاره. یا خدا ببینم دووم میاره. یه ذره دیگه مونده. داره خیلی خوب پیش میره. نزدیک خط پایانه و نه نتونست دووم بیاره. آرمور بعدی آرمور دایمندیه که خیلی ازش انتظار داریم. باید تا آخرش دووم بیاره. ببینم میتونه بره. بالیه داره مثل کره جلو میره. ببینم میتونه تا آخرش دووم بیاره. و آره تونست. بنازم. آرمور بعدی هم آرمور ندرایتیه که این دیگه واقعا باید بتونه. ببینم میتونه بره. یا خدا داره خیلی عالی پیش میره. داره میره. یکم دیگه مونده. برو بعد تموم. بنازم. و 3 تا آرمور آخرمونم که رندومه که من خیلی منتظرش بودم. ببینم میتونه تا آخرش دووم بیاره یا نه. عالی داره پیش میره. ویدیو رو حتما لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید ببینم میتونه یا نه. و تونست بنازم. ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید و به هر آرمور نمره بدید توی کامنت ها.